سلام، من کیارش نادری هستم و قرار توی این اپیزود در مورد نقطه شروع اوبر که صنعت حمل و نقل جهان رو متحول کرد و انقلاب به پا کرد صحبت کنم. داستان شکل‌گیری اوبر از 2 دوست شروع میشه که یک روز بارونی میخواستن تاکسی گیر بیارن ولی تاکسی گیرشون نمیومد و با خودشون میگن چقدر خوب میشد که میتونستیم با یک اپلیکیشن و یه دکمه روی موبایلمون یک تاکسی الان بگیریم و بتونیم برگردیم به خونه. داستان اوبر یک راه حل و یک داستانی بود که از دل یک مشکل روزمره برای فاوندرها و بنیانگذاران این استارتاپ به وجود اومد. اما چطور اوبر تونست از یک مشکل شخصی به انقلابی در حمل و نقل تبدیل بشه؟ بریم با هم دیگه داستانش رو ببینیم. مشکل اولیه این بود که توی سالهای 2008 اینها شهرهای شلوغ مثل پاریس، نیویورک اینا انقدر شلوغ بوده که انسانها براشون رفت آمد سخت بوده، استفاده از تاکسی و گرفتن تاکسی براشون سخت بوده، قیمت‌ها بی‌ثبات بوده، بالا پایین می‌شده و تجربه خسته کننده ایجاد می‌کرده. باز میریم سراغ کلمه تجربه. ما انسان‌ها به دنبال رشدیم، به دنبال تسهیل زندگیمون هستیم. یکی از دلایلی که از تکنولوژی استقبال می‌کنیم همین تسهیل شدن زندگیمونه. و اون روزها فکر کنید یک فرد تو شلوغی از کار برگشته، از دانشگاه برگشته و سخت باشه براش رفت آمد و خودش میتونه تجربه بدی رو ایجاد کنه. تا سال 2008 که زمستون بود و 2 بنیانگذار اوبر، تراویس و آقای گرت توی پاریس بودن و نمیتونستن به راحتی تاکسی گیر بیارن. یک شب بوده، بارونی بوده و نمیتونستن تاکسی گیر بیارن و میگفتن که الان چی میشد اگر میتونستیم فقط با یک دکمه موبایل بتونیم تاکسی گیر بیاریم و سوار بشیم بریم خونمون. اون نقطه شروع اوبرکپ بود، نقطه شروعی که همیشه از یک مشکل شخصی یا بیرون میاد یا یک تفکری که حالا از دل نیازهای جامعه به وجود میاد. عموما مشکلات اینجوری به دست میان دیگه، یا یه نیازی رو حس میکنی در جامعه یا برای فرد یا بنیانگذاری مشکلی پیش میاد در نزدیکانش یا برای خودش و دنبال یک راه حل میگرده. اما فرقش اینه که اونا نقطه شروعشون رو ول نمی کنن و انقدر ادامه میدن که نقطه شروعشون به یک پایان خوب ختم میشه. و نکته بعدی که داره اینه که ایدهشون ایده ساده‌ای بوده و در عین حال پیچیده. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه مشکل روزمره‌ای برای خودشون و جامعه دیده بودن و حالا دنبال راه حل براش گشتن. مسیر اجرا و نمونه اولیه‌اش چجوری بوده؟ تو سال 2010 میان اوبرکپ یا اپلیکیشن میسازن که فقط توی فرانسیسکو در واقع تست میشه. با چند تا راننده شخصی و نرم افزارهای ساده و پرداختای در اون برنامه‌ای شروع میکنن، اما میبینن فیدبک میگیرن، میبینن مردم خیلی استقبال کردن، خیلی راحت سریع پذیرفتن. چرا؟ چون دست روی یک مشکل بزرگ گذاشتن، دست روی یک مشکلی گذاشتن که کل عموم مردم بهش احتیاج دارن. یک فرد میره در فلان نقطه شهر، اونجا اصلا تاکسیرانی نیست ولی نیاز به یک ماشین شخصی داره. یک فرد میره در فلان نقطه، اصلا در یک سری از تایم ها تاکسیرانی فعال نیست، مثلا نصف شب تو خیابون بمونه چیکار کنه؟ پس این مشکل رو پیدا کردن و براش راه حل چیدن و مردم هم سریع استقبال کردن. اما خب مشکلات زیادی هم داشتن. تاکسیرانی بقیه رقبا اذیتشون کردن تا اینا نتونن بزرگ بشن. به هر حال یه سهمی از بازار رو داشتن، کاهش میدادن برای بقیه بیزینس ها. چالش ها و سختی های این وسط داشتن. مشکلات شخصیش این بود که خب یکی از بنیانگذارانش ورشکست میشه، حتی مجبور میشه توی آپارتمان یکی از دوستاش زندگی کنه و انگار یک قصه ای هستش که بر بیشتر بنیانگذارا به وجود میاد که یک بازه‌ای از زندگیشون شکست میخورن، بازه‌ای از زندگیشون سختی میکشن و با اون سختیه انگار اتفاقات مثبت رقم میخوره. و یه مشکل دیگه ای هم که بود این بود که خب رقیب‌های زیادی داشتن، تاکسیرانی، اتوبوس، فکر کنم همه اینها نمیخواستن این شکل بگیره و خب علیه شکایت رسانه‌ها حمله میکردن گاهن و این اتفاقات رقم خورده
تا اینکه اوبر از پس این در واقع چالش ها برمیاد رو بزرگ میشه و الان یکی از بزرگترین شرکت های دنیا هستش. رشد و موفقیتش به چه شکل بوده؟ با وجود همه مخالفت هایی که بوده، اوبر توی کمتر از 4 سال تونسته در بیش از 60 کشور فعال بشه و این آمار فوق العاده است. یک محصول جهانی ساخته. 10,000 شهر دارن با اوبر در واقع حمل و نقلشون رو انجام میدن. میلیاردها سفر الان انجام شده در داخل اوبر و یک محصول جهانیه، یک فرهنگه. اما بخوایم اگر یک جمعنی داشته باشیم، اوبر نشون داد که یک کسب و کار، یک استارتاپ، یک محصول میتونه از دل یک مشکل شخصی هم بیاد بیرون. اما فقط مشکل شخصی نبوده، مشکل شخصیشو دیدن، براشون پیش اومده و دیدن عموم مردم هم اتفاقا همین مشکل شخصی اینا رو دارن و به خاطر همون تونستن سریع جذب کنن مردم رو. و راه حل نکته دوم، نوآوری بدون دردسر نیست. نوآوری زیادی به خرج دادن، یعنی کلاً تاکسیرانی سنتی رو با یک مدل درآمدی دیگه، یک بیزینس مدل دیگه طراحی کردن و برای اون یک اپلیکیشن ساختن که باز هم یک نوآوری و استفاده از تکنولوژی حساب میشه. اما تفکر پشت اوبر فقط یه تاکسی آنلاین نبود، اومد یک بازار مارکت پلیس درست کرد. مارکت پلیس چیه؟ مارکت پلیس یعنی این که شما خودتون یه محصولی ندارید، کاربر رو به فروشنده متصل میکنید، اینجا راننده رو به کاربر، به مسافر متصل میکنید. پس یک اپلیکیشن میسازید یا یک پلتفرم میسازید، 2 تا فروشنده و کاربر رو به هم وصل میکنید، اینجا راننده رو به مسافر وصل کرد. خب یه نوآوری بود توی بیزینس مدل حمل و نقل. و مدل آن دیمند اکانومی رو تقویت کرد. یعنی چی؟ آن دیمند اکانومی یعنی شما زمانی که یک چیزی رو نیاز داری بتونی به دستش بیاری. خیلی الان استارتاپ ها و کسب و کارها روی این مدل دارن کار میکنن. یعنی چی؟ یعنی که من همین الان میخوام برم بیرون، بتونم تاکسی بگیرم، بتونم اسنپ بگیرم، بتونم تپسی بگیرم، بتونم اوبر بگیرم. خب یعنی در لحظه، پزشک در لحظه، نمیدونم مکانیک در لحظه. اینا میشن همین آن دیمند اکانومی که در لحظه نیاز شما رو برطرف میکنن. خیلی مدل جذابیه برای عموم مردم، چون نیازهای مردم خیلی هاشون در لحظه است. مثلا آرایشگر در محل، همین الان من آرایشگر نیاز دارم، میرم یه اپلیکیشن رو باز میکنم و میاد خونم. و یه اتفاقی که رقم خورد، اوبر از الگوریتم‌های هوش مصنوعی خیلی خوبی استفاده کرد در بک‌گراند کارش که تونست هم قیمت گذاری پویایی رو انجام بده، هم روی بهره‌وری مسافرها کار کرد، هم روی زمان در واقع مسافرها کار کرد، برای سفیر بهبود پیدا کرد، تجربه مشتری خوبی ساخت، قیمت‌ها با توجه به ترافیک، با توجه به وضعیت آب و هوا اینها تغییر میکنه. خب این یه مدل جذابی هستش که با استفاده از الگوریتم‌های AI و ماشین لرنینگ اتفاق افتاد. و در واقع تجربه کاربری که از همه مهمتر، تجربه کاربری خوبی رو برای هم مسافر ساخت، هم برای سفیر. و یک راه جذابی ساخت دیگه، یک مدل درآمدزایی ساخت برای کسانی که ماشین دارن و یک آن دیمند اکانومی برای کسانی که نیاز دارن و خیلی کاربردی بود. اما چند تا حقیقت جالب، اوبر فقط با 3 تا ماشین شروع کرده ولی الان در همه شهرها تونسته ورود کنه. اوبر تو سال 2017 روزانه بیش از 15 میلیون سفر انجام داده که یک آمار فوق العاده بالا و عجیب غریبیه. و یکی از شرکت‌هایی بودش که از الگوریتم‌هایی استفاده کرد به نام سرج پرایسینگ که بهش میگن قیمت گذاری پویا. یعنی شما الان یک ربع دیگه برید داخل اپلیکیشن، قیمتش فرق میکنه با نیم ساعت دیگه و در لحظه داره قیمت تغییر میکنه. و این الگوریتم خیلی خوبه برای مردم که میتونن برنامه‌ریزی کنن تو تایم‌های خلوت برن قیمت کمتر بدن یا بیشتر بدن. و شعار جذابی داشتن، همه یه راننده خصوصی دارن.
این آرزو بود برای همه که بتونن یه راننده خصوصی داشته باشن، اما الان با استفاده از همین اپلیکیشن های هوشمند که حالا ما اسنپ داریم، تپسی داریم، اینها برای ما یک راننده شخصی در واقع انگار به وجود میارن. یه سری درس ها و نتایج اگه بخوایم بگیم، اینکه ایده ها اولش ایده های عجیب غریبی نیستن. ایده ها از دل نیازها و مشکلات روزمره میان بیرون، از دل مشکلات روزمره خودمون یا مردم. پس اون ایده‌ای که بزرگ میشه قطعا نباید یه چیز عجیب غریبی باشه. پس اگر از امروز ایده‌ای به ذهنتون اومد، ایده‌ای به ذهنمون اومد، باید بهش احترام بذاریم و ممکنه اون ایده بزرگی باشه. نکته دوم، نیومد رو مدل کسب و کار سنتی فکر کنه، اومد گفتش من یه مارکت پلیس بسازم تو حمل و نقل، سفیر رو به مسافر متصل کنم و با حق کمیسیون از اینجا یک درآمدی کسب کنم. پس نیومد مدل های سنتی رو ادامه بده، مدل های جدید ساخت، چه تو قیمت گذاریش، چه توی بحث مارکت پلیس بودنش، آن دیمن اکانومیش، کلن مدل های جدید رو نوآوری کرد برای بیزینس مدلش و اومد گفتش که حالا من این ایده دارم، مردم هم این ایده دارن و مشکل خودش رو در مردم هم پیدا کرد. این یک نکته مهمه. بعضی اوقات مشکلات ما فقط مشکلات ما هستن و مشکلات مردم نیستن. این ایده ها معمولا محدود میکنن انسان رو، ولی این ایده یه چیزی بودش که دید مردم سرعت نیاز دارن، راحتی نیاز دارن، کنترل نیاز دارن. شب ساعت 2:30 شب میره مهمونی، میخواد برگرده، یک راننده شخصی نیاز داره که ایمن باشه که بتونه برگرده و این مشکل خودشون رو به مشکل مردم بس دادن و تونستن و یک نیاز جهانی رو کشف کردن. امیدوارم از دیدن این اپیزود هم لذت برده باشید. ممنون میشم ما رو حمایت کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و ممنون میشم که حتما بقیه اپیزودهای ما هم توجه کنید. قرار محتوای بهتر و کاربردتری برای شما عزیزان آماده کنیم. داستانهای مختلف کسب و کارها، شخصیت‌ها و محصولات مختلف رو برای شما قرار خواهیم داد. خدا نگهدار.